همونطور که خیلیتون عرض کردم اسامی بعضی بسیار جالبه، بسیار جالبه. اگر عکس ها قابل پخش نیست یا مشکلی هست زیادم اصرار نکنید. من هر گروهی که میخونم شما عکسشو نشان خواهید داد. خب میتونم شروع بکنم؟ خب بریم معرفی کنیم اولین گروه که خودش میزبان هست از دانشگاه شهید کمران اهواز. اسم گروه محمود هزینه. درست گفتم؟ به افتخار محمود هزینه. به افتخار دوستان دست بزنید. از عزیزان هستن اینجا بلند شدن بایستن. بچه‌ها بلند شدن بایستن. اسم بسیار زیبایی است. آقایون محمود هزینه رو تشریف بفرمایید. خواهش می‌کنم. حالا چون اسم انتخاب کردن احتمالاً همه هزینه‌ها افتاده گردن آقا محمود احتمالاً. خب گروه دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان زیبای لایو راک. خواهش می‌کنم بلند شدن بایستن. بچه‌های اصفهان به افتخار این دو بانوی ارجمند لایو راک‌های حاضر در درست گفتم؟ ر زدن. لایو لاک خب این یعنی چی؟ من فکرم از اون به افتخارشون خیلی خوش آمدید اصفهان. ای بهار نسومه چشم جهان، نصف جهان اصفهان. درود بر شما. اما بریم دانشگاه خوارزمی کجاست؟ کرجه؟ از کرج میگن مرکز صنعت کشور در کرج قرار داره برای بچه‌های تو برین سلز. به افتخارشون خواهش میکنم. برنشین نام بفرمایید. تو برین سلز. اگر یعنی چی؟ یه فیلم اینطوریه که مثلا وقتی داری امتحان می‌کنی بعد توی مغزت 2 تا سلول بیشتر نمونده. بعد مثلا داره با هم بحث می‌کنی. همون دوتا هم زیادیه فکر کنم. درود بر شما. بفرمایید. به افتخارشون دست بزنید. اما دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اهواز می‌ریم داشته باشیم با حضور تماشایی برای بچه‌های خوب گروه ساقه طلایی. ساقه طلایی کجا هستن؟ بلند شید بایستید خواهش میکنم. این 2 نفری که من میبینم غذای سیف رو زیاد دوست ندارم. معمولا با بیسکویت ساقه طلایی خودشون سیف میکنن احتمالا. بازم به افتخار برای بچه‌های خوب گروه ساقه طلایی بهتون تبریک میگم. بفرمایید بشینید، خوش آمدید. اما از دانشگاه شهید بهشتی مهمان داریم. خدای من این چه اسمیست؟ دوک. بلند شید بایستید خواهش می‌کنم. برای بچه‌های شهید بهشتی کجا هستن؟ به افتخارشون دست بزنید. برای بچه‌های شهید بهشتی هیچ کس نیست؟ غایب هستن. خیلی خوب. باز هم از دانشگاه شهید بهشتی 2 تا گروه حضور دارند. ولسپاس. کجا هستن؟ بچه ها نیستن؟ بچه های گروه ولسپاس هستن؟ اونایی که دارن میخندن؟ شما این؟ بچه خودمونه. خیلی خوب. از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات یه گروه دیگه هست. ما میگیم آیس کریم ولی این زده آیس کریم. بلند شد بایستن خواهش من. گروه آیس کریم هستن اینجا؟ به افتخارشون. کریم کدومه میکنه؟ نیومده. مسلمان نیست این کریم. تک دل من رو برید. خب خیلی متشکرم. دستش درد نکنه. خب از دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، سرزمین آرژ و برزن، دیار گلهای نرگس، گروهی که شرکت کردن با عنوان گروه نال و بچه‌های خاتم الانبیاء بلند شدن به افتخارشون. احتمالاً اسم
حرف اول اسم ستاتونه، نهال و آذر و لاله مثلا. نیست این نال یعنی چی؟ توحید به معنای توحیه. به افتخار این بچه‌های پر از شور و شعف و انرژی. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. خب بریم سراغ کسانی که ارور زدن دیگه. از دانشگاه جندی شاپور دسفول بله، دسفول رو به عنوان سرزمین آبگیرهای کهن میشناسن. پلهای قدیمی دسفول با گروه ارور 404 بلند شد بیستن به افتخارشون. جامعه دست بزنیم از یه من دارم دشمن رو میشن. خیلی خوش آمد بچه های ارور 404. اسم جالبی بود. حتی بعد از آیس کریم این اسم قشنگی بود. خب از برای بچه های باز هم دانشگاه شهید بهشتی گروه دیگر رو معرفی میکنیم با عنوان بی استاد هرگز. کجا هستن برای بچه بی استاد هرگز؟ تشریف ندارن قیام بکنم ما ببینیم ایشون، ظاهرا حضور ندارن، اما به افتخارشون دست بزنید. شاید فیلم رو دیدن، ما جاشون رو خالی بکنیم. خدا من چطور بخونم؟ کد علک نیست است. خیلی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان شهر شیرین سخنان پارسیگوی به افتخار برای بچه‌های خوب گروه آلک میستس بلند شد اسمشون بگو خواهش میکنم. آشنا هستی؟ اینم نتونسته نفر سوم یه بار دیگه بگو. به افتخار کیمیاگران کل دست بزنید. متشکرم. خب اینجا شهرتون از خاطر زیاد دارم. دلانگیزترین بامدادان کاشان رو برای بچه‌های خوب دانشگاه کاشان رو با گروه هولیبیتس، درست میگم؟ کجا هستن؟ به افتخار برای بچه‌های خوب کاشان. شهر تاریخی است. به دیپایی تاریخ کهن ایران زمین. خیلی خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. باز هم از شهر کاشان یک گروه دیگر رو میخوام بهتون معرفی بکنم به نام لوبلس لنجرز. بلند شد خواهش میکنم این گروه لوبلس. شما خوبه؟ شما مردم آزادی اسم انتخاب میکنید. خب اسم گروه رو بلند دختر بگو ببینم یعنی چی؟ اینم نمیتونه بگه خودش. لوبلس چی؟ لنجر؟ اوکی، من که یاد گرفتم. به افتخارشو دست بزنیم. خیلی خوش آمدید بچه‌های کاشان. اینا پیش از این که بخوام بیان مسابقات برنامه‌نویسی شکردن مسابقه به قول تو رقابت نامگذاری بیشتر تلاش کردن تا روی محتویات علمیشون. شوخی میکنم. باز هم از دانشگاه کاشان اسم گروه هست دامبر اند دامبست. درست گفتم؟ کدوم گروه هستن؟ بلند شدن بیستن. به افتخار این دو جوان عزیز که چقدر زحمت کشیدن، هزینه کردن، فکر کردن برای نامگذاری اسمشون. یک صفت تفسیری دادین و صفت تعیین. درسته؟ درود بر شما. خیلی خیلی متشکرم. گروه دامبر اند دامبست. متشکرم. خب اما دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران، درسته؟ اسم گروه رو معرفی میکنم. دوستان باز بکنن قیام بکنن. خواهش میکنم قیام بکنن در بچه امیرکبیر. ماشاءالله چون خوشتیبم هستی شما. الفنال یعنی چی الفنال؟ کوچکترین کاردینال نامتناهی. متشکرم. آقای دکتر علوی، من تا حالا نزدیک 32 سال دارم اجرای برنامه میکنم.
تا حالا انقدر کانفیوز نکردن تو برنامه به خاطر این چالشی که برخورد داشتن با این دانشجویان. به افتخار تک به تک خودتون و اون کسی که دوستش دارید و اون دوستتون داره بلند دست بزنید. آفرین بچه‌ها. خیلی خوش آمدید. این 15 گروهی رو که نام بردیم در این رقابت جانانه در کنار هم رقابت خواهند کرد. آقا رضا چشم، اسم علی آقا و آقا رضا رو نام گرفتن. ها بازم هستن؟ پیغمبر. من این نفسم وقتی کشیدم 26 نفر. خیلی خوب. خدا امید تو. دانشگاه آزاد اسلامی باز هم شیرین سخنان پارسیگوی نجف آباد. به افتخارشون دست بزنید. برای بچه‌های شیرین، خوردنی و دوست داشتنی و با مزه شکلات چاکلت ها. به افتخارشون یه بار دیگه دست بزنید برای بچه‌های شکلات عزیز. خوش آمدید از اما شهر هامون و آفتاب ملایر، عجب شهر زیبایی است. بر بچه‌های دانشگاه ملایر بیان بفرمان خواهش میکنم. بر بچه‌های ملایر نیستن، جاشون سبز. این نگاه اسم رو ببینید و واقعا تفکر کنید. من فکر کنم هیچ فیلسوفی نتونه در برابر این نوع نامگذاری قد علم بکنه. اسم گروه هست فقط برای داش محمد. به افتخار داش محمد دست بزنید. بهترین اسمی که داره دارم فقط برای داش محمد. حیف نیستن ما اینجا از نامشون چهرهشون پرده برداری بکنیم. اینه که من شکست های نیتی که نداریم من از خواهی میکنم. بریم از دانشگاه سمنان. برای چه سمنان هستن اینجا؟ سمنانی هم هستن خودش بیسی خواهش کنم. با افتخار بیستی. دانشجویانی که به شعر و تغزل علاقه‌مندن. اسم گروهشون باشن 8 بیت، یعنی 8 خانه در اصل. اجازه بدید من برم خونه تا کنم چون خارجیشو من نخونده بودم به خدا. اگر BIT بود میتونستم، ولی چون اینجا فارسی نوشتیم من بیشتر اقتدا کردم به اون واژه فارسیش. 8 بیت به افتخارش. چون منطقه میگه اول باید 8 باشه بعد بیت باشه. نمیشه نصفی فارسی نصفی انگلیسی. ولی شما اونجا احتمالاً 8 بیت زدین. درست میگم؟ منو ببخشید واقعا. عذر میخوام. خدای بخیر بگذرون. خب دانشگاه شریف و دانشگاه یزد داریم اینجا، یا این شراکتی دانشگاه شریف و دانشگاه یزد. اسم گروه هست 0 بلندشن بیستن خواهش میکنم. حال شما خوبه؟ سلامت هستی انشاءالله. من ارادتمندم به شما نوت بفرمایید با زبان شیوای پارسی بفرمایید اسم گروهتون چیه؟ یعنی هیچ کدوم از اون که من گفتم نشد. او آقا به افتخار او دست بزنید. این او رو از کجا آوردین؟ خیلی خلاصه خودت بگو. یعنی از یک شمایل صورت اینو برداشت کردیم. اونه. خب دم شما گرم. خیلی متشکرم. از دانشگاه فردوسی مشهد، شهر محراب و نیایش، شهر مقدس مشهد، به افتخار عزیزان که من افتخار آشنا باشون داشتم. آن نو یا آن نونه درست گفتم؟ به افتخار بر بچه ها خود مشهد باید دست بزنید. خدا رو شکر این یکی رو من گفتم. و دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، باز هم دیار گل نرگس، بلندشن بیسن بر بچه‌های گروه
اسم گروهتون چیه؟ سمیکالر. سمیکالر. درست گفتم؟ سمیکالر. به افتخار بچه‌های خوب سمیکالر. یعنی چی سمیکالر؟ من زیاد چون من رشتم این نیست، رشته من روانشناسی بیشتر، اینا من I don't know، نمیدونم. به افتخار بچه‌های خوب. خیلی متشکرم. خب برای بچه‌های خوب و پرتلاش و میزبان دانشگاه شهید چمران با گروه نمیدونم O1201001 اسم گروه چیه بلند شد بریسن و بچه‌های به افتخارش رو خواهش میکنم. هستن اینجا؟ ایشون هستن؟ شما نیستید؟ خب نیستن این برای بچه‌های 201 خب جاشون صبر افتخارشون اگه خواستی دست بزنید. متشکرم. باز هم بریم داشته باشیم از خود دانشگاه میزبان دانشگاه شهید چمران اهواز گروه کارون کجا هستن؟ به افتخار برای بچه‌های خوبه عروس زمزمه‌گر کارون بالاخره یه اسمی پیدا شد که من با خود راحت تونستم با جرأت و جسارت